سلام عزیزان، من وحید شایسته هستم و اینجا کتابگاه. به مناسبت شب یلدا تفعلی زدم بر دیوان حافظ، غزلی اومد و خواستم خدمتتون قرائت بکنم. یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد آنکه رخت شمع طرب می افروخت، وین دل سوخته پروانه ناپروا بود. یاد باد آنکه صبوحی زده در مجلس انس، جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. یاد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست، آنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود. یاد باد آنکه در آن بزمگه خلق و ادب، آنکه او خنده مستانه زدی صهبا بود. یاد باد آنکه چو چشمت به عتابم می کشت، معجز عیسویت در لب شکرخا بود. یاد باد آنکه نگارم چو کمر بربستی، در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود. یاد باد آنکه به اصلاح شما میشد راست، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. یلداتون مبارک. آرزو میکنم همانطور که گذشتگان ما آیین‌های زیبایی مثل پاسداشت یلدا، عید نوروز و موارد دیگر رو برای ما به یادگار گذاشتن، ما هم فرهنگ کتاب و کتابخوانی رو برای آیندگان خودمون به یادگار بگذاریم.